фарҳанги миллии мо заминаҳои устувор дошта бо таъриху анъанаҳои қадима ва гуногунрангию хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусаввараҳои камназир, мусиқии шашмақом, фалак ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунару адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст. эмомалӣ раҳмон. فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است از تو می آید بوی موش گفت که مشک است آن این زلف پیچانی من است گفت که مشک است آن این زلف پیچانی من است شیرین سخن عاشق مکش کم ناز کن گفت عاشق مکشم چند روز دورانی من گفتم ای نازک
من است. احمدی جامی زیش خش سوختم مانندی شم. احمدی جامی زیش خش سوختم مانندی شم. گفت که شم است آنی ماهی تابانی من است. گفت که شم است این ماهی تابانی من است. بر لبی لالی توتی نکند هم سخنی. بگذرد پیشی تو از دوی شکر شکنی. سنبولی زلفی تو را باد پریشان سازد. بشکندن بر سرایی و مشکی خوتنی. بشکندن بر سرایی و مشکی خوتنی. هیچ در باغی جهان گل نبود چون رویم. ای گلی باغی لطافت زی کدامین چمنی. غنچه در باغ اگر لالی لبت را بیند. نزند لاف و پیشی تو زی تنگین دهنی. نزند لاف و پیشی تو زی تنگین دهنی. گرچنم گست تو را عاشقی دوغرالی ما. گرچنم گست تو را عاشقی دوغرالی ما. با خدا شکر کنم زان که تو معشوقی منی. خدا شکر کنم زان که تو معشوقی منی. با خدا شکر کنم زان که تو معشوقی منی. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از 12 می سال 2000 تحت رقم 294 روز 12 می سنه مشخصی تجلیل هر ساله روز ششمقام در تاجیکستان مقرر گشته است. در مقیاس بین الخلقی باشد بخش فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو 7 نوامبر سال 2003 ششمقام را شاهکاری بزرگ موسیقی جهانی و یادگاری معنوی انسانیت اعلام نمود.
шашмақом шоҳкории оламшумули таърихиест ки бунёдгузоронаш танҳо тоҷиконанд. эмомалӣ раҳмон. تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت دوست یارم دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت دوست یارم یاری به پروای من خبرداری نکرد یاری به پروای من خبرداری نکرد گرچه دودی آهی آتش واری من دنیا گرفت دوست گرچه دودی آهی آتش واری من دنیا گرفت دوست از شکفتن‌های گل‌ها با خواب گلگون شدم از شکفتن‌های گل‌ها با خواب گلگون شدم غنچه‌ای امیدی من یک گوشه‌ای صحرا گرفت دوست یارم غنچه‌ای امیدی من یک گوشه‌ای صحرا گرفت دوست یارم یکی پرسان شدم که یاری من به من چی کرد از یکی پرسان شدم که یاری من به من چی کرد گفت به تو با دیگرها ساغر و مینا گرفت ای دوست یارم به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت ای دوست یارم دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت ای دوست یارم
موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک با نام ششمقام یکی از منبع‌های اساسی فرهنگ موسیقی تاجیکی و صنعت موسیقی میباشد. ششمقام در همان شکلی که آن تا دوری ما نگاه داشته شده است به 6 قسم‌های اساسی تحت عنوان‌های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سهگاه و عراق نام گرفته در آن 252 نوا جای داده شده است.
قصه ها میهود میگوی که دل بر آرزو من بفرمای دلم که دل بفرمای من بفرمای دلم که دل بفرمای گفتم ای نازک بدن از تو می آید بوی موش گفتم ای نازک بدن از تو می آید بوی موش گفتم بوی موش از زلفی پیچانی گفتان بوی موش از زلفی پیچانی من است گفتم ای نازک بدن عاشق مکوش کم ناز کن گفت عاشق میکشم چند روز دورانی من است جان گفتم ای شیرین سخن برگرداند ماهی سیاه گفت که ما راستان تا گل پریشانی من است احمدی جامی زیش که سوختم آنندشم احمدی جامی زیش که سوختم آنندشم گفت که شما از آن ماه تابانی گفت که شما از آن ماه تابانی شعر تاجیکی در دوران گوناگون یکی از عامل‌های مهم رشد صنعت موسیقی مردمی و حرفه‌ای خلق تاجیک بود. مقام‌ها با ژانرهای گوناگون نظم کلاسیکی، ساقی‌نامه، ترانه، مخمس، مستزاد، مناجات، غزل پیوستگی زیست دارند. آهنگ‌های شش مقام را با متن‌های گوناگون اجرا نمودن ممکن است، ولی هنگام با آهنگی داده شده انتخاب نمودن متن نو و اجرا نمودن شکل لحنی و ضربی آن کمی تغییر می‌یابد. عمر بوم در حوث رویت باشم بر خاک شوم خاک سری کویت باشم عمر بوم در حوث رویت باشم بر خاک شوم خاک سری کویت باشم فردای قیامت نروم جانی بی توی در سایه سویقت دلجویت باشم خوشم کی زبان از پی دشنام مرا بینه من دست برآورده دعاگویت باشم من دست برآورده
پهلویت باشم من نتوانم با پهلویت